همونطوری که میدونین این روزا گواشا خیلی ترند شده و اینفلوئنسرهای مختلف و حتی کندال جنر هم ویدیوهایی در حال استفاده از گواشا توی تیک تاکشون منتشر کردن. به خاطر همین گفتم برم سفارش بدم این گواشا رو ببینم اصلا واقعا همچین تأثیری داره و واقعا مفیده یا نه. پس بریم با هم ببینیم. قبل از هر چیزی اول میخوام از اینکه این گواشا از سنگ درست شده یا نه مطمئن بشم. به خاطر همین زیر شعله کبریت قرارش میدم تا ببینم که چطوره وضعش. اگه ذوب بشه این گواشا پس نشون میده که پلاستیکیه، اما اگه هیچ مشکلی براش به وجود نیاد نشون میده که از جنس سنگه. اولش یکم سیاه شد، فکر کردم وای این حتما باید تقلبی باشه، ولی بعد دیدم که نه، اون سیاهی فقط دوده روشه و هیچ آسیبی به سنگ گواشا نرسید. پس تا اینجا از اینکه جنس این گواشا از سنگه مطمئن شدم. حالا بریم سراغ ادامه کارمون. قبل از استفاده از گواشا اونو داخل یه ظرف مخلوط آب و یخ بذارین و بذارین توی یخچال، میتونین بذارین یه ذره خنک شه. خب من خودم میرم 1 هفته این روتین گواشا رو انجام میدم، یک سری تحقیقات راجبش میکنم تا بیام نتایجی که به دست آوردم و با شما به اشتراک بذارم. پس خدا حافظ تا 1 هفته بعد. این یکی از صبحونه‌های مورد علاقه من، حتما درستش کنیم و لذت ببریم. خب این صابونه خیلی خوشمزه رو هم خوردم و تموم شد. حالا بریم که بهتون در مورد یه مقاله‌ای که راجع به گواشا گفته بگم. با من همراه باشین. اما گواشا چیه؟ توی این مقاله‌ای که خوندم گفته گواشا با تلفظ گواشا یک تکنیک شفابخش آسیای شرقی، اما چطوری خراش دادن آروم پوست میتونه به بهبودش کمک بکنه. طبق طب سنتی چینی سلامتی به چی یا انرژی بستگی داره تا به راحتی در بدن شما جریان پیدا کنه. اگه این نیروی مهم توی یک منطقه مسدود بشه میتونین مشکلات سلامتی داشته باشین. اعتقاد بر اینه که گواشا این انرژی حیاتی رو دوباره به جریان میداره. در حالی که گواشا یک مفهوم نسبتاً جدید در ایالات متحده هستش، اما بیش از 2000 ساله که توی چین استفاده میشه و اغلب هم برای کمک به درمان درد مزمن در سراسر بدن استفاده میشه. امروزه گواشا به دلیل فواید پوستی مورد توجه قرار گرفته، اما باید تحقیقات بیشتری برای اثبات اونها انجام بشه. گواشا رو میشه در
ناحیه پشت بدنتون، گردن، دستها، پاها استفاده کنید. همچنین میتونید روی صورتتون استفاده کنید، اما باید حواستون باشه که فشارتون خیلی خیلی ملایم تر باشه. در مورد مکانیسم گواشا بخوام بگم، اعتقاد بر این هستش که خراشیدن پوست میتونه سیستم ایمنی و سیستم عصبی رو فعال بکنه و زنجیره پیچیده‌ای از رویدادها رو در بدن به وجود بیاره. مطالعات نشون میده که وقتی گواشا به درستی انجام بشه میتونه مواد شیمیایی رو آزاد بکنه که جریان خون رو بهبود میده، سموم رو کاهش میده، درد رو کاهش میده و در نهایت باعث بهبودی ناحیه میشه. برای انجام دادن گواشا روی صورت اول لوسیون یا سرم مخصوص پوستتون رو روی پوست تمیزتون بمالین. از گردن خودتون شروع بکنین و از اون گواشایی که دارین برای حرکت‌های صاف به سمت بالا از استخوان ترقوه تا لاله گوش استفاده کنین. این کار رو 3 تا 5 بار تکرار کنین. بعد از طرف دیگه تکرارش کنین. بعدش قسمت دولبه گواشای خودتون رو مرکز چونتون بذارین و اون رو در امتداد خط فک خودتون به سمت گوشتون حرکت بدین. بعد در طرف دیگه تکرارش بکنین. اینم 3 تا 5 بار هر طرف رو انجام بدین. حالا آروم لبه بلند گواشا رو از روی استخوان گونه به سمت گوش بکشین و در سمت دیگه هم تکرار بکنین. هر سمت رو 3 تا 5 بار انجام بدین. حالا از زیر چشم راستتون مثلا شروع کنین. ابزار گواشا رو به آرومی به سمت بیرون و به سمت گوش خودتون بلغزونین. آروم و در یک خط مستقیم حرکتش بدین. در سمت چپ هم تکرارش کنین. 3 تا 5 بار هر سمت. حالا از وسط ابروی راستتون شروع کنین و گواشا رو به سمت بیرون بکشین تا به خط موی خودتون برسین و بعدش هم در سمت دیگه تکرارش کنین. هر سمت رو 3 تا 5 بار دوباره تکرار کنین. حالا لبه بلند گواشا رو از بالای ابروی راست تا بالای پیشونی محکم فشار بدین. البته فشار خیلی خیلی محکمی هم نباید بدین. فشار هر چقدر هم باشه باید ملایم باشه. در طرف مقابلش هم تکرار کنید. هر سمت 3 تا 5 بار. نکته مهمی که در مورد گواشا باید بدونید اینه که همیشه از داخل تا لبه های بیرونی صورت خودتون رو بتراشین. از سمت داخل ببینید. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که پوست صورت نازک‌تر از بدنه، بنابراین باید مراقب باشید که فشار زیادی وارد نکنید. در نهایت این ماساژ با گواشا نباید باعث درد شما بشه. در کل وقت شستن خوب صورته، چون صورتتون چرب میشه، حتما بعد از ماساژ با گواشا باید صورتتون رو بشورید. طبق گفته این مقاله اگر یک سری شرایط خاصی دارین نباید از گواشا استفاده کنین. مثلا اگر شما دیابت دارین، اگر گردش خونتون دچار مشکله، اگر از داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنید، اگر شما باردار هستید یا فکر میکنید ممکنه باردار باشید. همچنین نباید از گواشا استفاده کنین اگر شما در 1 ماه گذشته فیلرهای پوستی مثل بوتاکس رو به صورت خودتون تزریق کردین یا اگر یک مشکل پوستی مداوم مثل پسوریازیس دارین. در کل این مقاله گفته اگه میخواین گواشا رو امتحان کنین اول با پزشک خودتون صحبت بکنین تا مطمئن بشین که برای شما بی خطره. یه سوال دیگه هم که شاید برای خیلیاتون پیش اومده باشه اینه که هر چند وقت یک بار باید گواشا رو انجام بدیم. برخی از کارشناسا پیشنهاد میکنن که 2 تا 3 بار در هفته امتحان گواشا میتونه به شما کمک بکنه تا نتایج مثبت رو مشاهده بکنید. در صورت داشتن هر گونه سوال یا نگرانی حتما با پزشک خودتون صحبت کنید. خب اینم از پایان این ویدیو. امیدوارم که
براتون مفید بوده باشه و مثل من کلی چیز از توش یاد گرفته باشین. نه صورتم بعد گواشا. و خب در کل تمام نکاتی که از توی مقاله پیدا کردم و با شما هم به اشتراک گذاشتم. امیدوارم که به کارتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.